5 هنرمند شاخص هر کشور، این قسمت ایتالیا. شماره 1 لئوناردو داوینچی، نقاش، مجسمه ساز، دانشمند و یکی از ذهن‌های خلاق تاریخ بود. آثارش مثل مونالیزا و شام آخر تعریف‌های تازه‌ای برای ترکیب نور، پرسپکتیو و انسانگرایی ایجاد کردند. شماره 2 سوفیا لورن، یکی از بزرگترین ستاره‌های سینمای ایتالیا و جهان، با شخصیت پردازی و حضور کاریزماتیک تاریخ سینما را تحت تاثیر قرار داد و جوایز متعددی برد. شماره 3 فدریکو فلینی، کارگردان بزرگ ایتالیایی خالق فیلم 8 با سبک رئالیسم جادویی از مهمترین کارگردان‌های قرن 20 شد. شماره 4 میکلانج، مجسمه ساز معروف ایتالیایی خالق شاهکارهایی مثل داوود و پیتا که اوج مهارت در نمایش آناتومی و احساسات انسانی رو نشون میده. شماره 5 لوتتو باتیستی، از مهمترین و تاثیرگذارترین خواننده‌ها و ترانه‌سراهای ایتالیایی که موسیقی پاپ ایتالیا رو متحول کرد.